رئیس دانشگاه که مسئول حفاظت از اموال دانشگاه چیزیست که برن توی دانشگاه حرفان دانشگاه رو بکشن وقتی که من استفاده نمی‌کنم تو اینجا چیکاره هستم وقتی رئیس دانشگاه نمیتونه کنترل کنه که کیا بیان داخل دانشگاه کیا دانشجوها رو بزنن کیا برن بیرون تا اون آخری که دستگیر میشن الکی و بیخود به خاطر چهار تا حرفی که زدن و حقشون رو میخوان دستگیر بشن و سرنوشتشون معلوم نباشه استفاده کاملا منطقیه. با حضرت استدلال طلبها گرگها خوب بدانند در این حیله غریب گر پدر مرد سخنگ پدری هست هنوز توی گهواره چوبی پسری هست هنوز استدلال عادت دست فرودن تر از خود شده ای نردبان سرطن تر از خود شده ای این دست کشانیم رو تحمل کردیم چند را آب ندادند ولی گل کردیم چند چند بدیم از در درهای بهشت به گناهی که نکردیم و قلم دور بهشت دستار و بیابان به سرش میکوبند ازهی زیر سر و پا به سرش میکوبند چه زمین بند به مشتی تن لش بخشیدیم از اینجا تا بیت رهبری 2000 متر بیشتر من سخنانم رو با شخص مقام معظم رهبری مطرح یکی این که حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مقام محترم را قسم رهبری ما در دانشگاه تهران روز 16 آذر رو داشتیم گرامی می‌داشتیم قانونا به عنوان یک حقوقدان حق دارم با شخص اصل مملکت خودم صحبت بکنم و به عنوان یک دانشجو حق دارم صحبت بکنم در این مملکت. یه مطلب این که کسی اینجا نیست بعد از انتخابات به دانشگاه تهران حمله شد کسی پاسخگوی ما نبود در کوی دانشگاه تهران به ساحت دانشگاه تعرض شد کسی پاسخ ما رو نداد امتحانات رو به تعویق انداختند باز هم کسی پاسخگوی ما نبود اگر جلد دانشگاه از اسلام اگر تجاوز اسلام ما این اسلام قبول نداره کار ما از نهاده و اینا دیگه تموم شده کار ما اینا نیست دیگه کار ما فریاده فریاد تا جایی که همه چیز تحریف کنه تا آزادی